دادن که ما وشتاتگنت روستای هریدو که شهرستان لاشارنت و در کنار جاده ترانزیت شمال به جنوب استان. همانطوری که شماوت خبر متاسفانه دوشی حوالی ساعت 12 یک تصادف بسیار سنگین اتفاق کرد که یک تانکر سوختکش با یک دستگاه ماشین سواری پراید برخورد که متاسفانه در یک حادثه ما 7 نفر از اعضای خانواده از روستای شیرآباد لاشارته ای دست دادن که متاسفانه یه وضعیت جدیدی نه که ما همواره شاهد یه اتفاقات تلخ در استان هستیم که یکی از علتهایش عدم توجه و رعایت قوانین رانندگی بعضی از سرنشینان هست که نسبت به علائم رانندگی توجه نمیکنن، به خصوص سوختکشانه که